سلام دوستان عزیز، چطورید؟ امروز اومدیم با یکی از قربانی های خانه امیر حسین مقصودلو ملقب به تتلو. حالا شاید تعجب کرده، حالا شاید تعجب داره میمیره، حالا شاید تعجب کرده باشید که چرا این دفعه یه پسر داره شهادت میده از خانه وحشت امیر تتلو. میگه حتی مدرک هم داریم، مدرک داریم. این شما و این پارسا یکی از قربانیان خانه امیر حسین مقصودلو، خانه وحشت. خب تعریف کنید که چیه؟ به نظرتون واقعیت داره حرفشون؟ آره حقیقت داره. آخه مدرکی هم نداشتن، چجوریه حقیقت داشته باشه؟ مدرک نمیخواد. آره حقیقت داره دیگه. اگه مدرک میخواد هر چیزی. میگن که تتلو شکنجه میکنه افرادو در خونش، درسته؟ آره. چیکار میکنه باهاشون؟ من موقعی که اونجا بودم اون دخترایی که اونجا بودن تو شرایط غیر انسانی میگفت آشپزی کن برام غذای گیاهخواری برام درست کن. به قول مثلا با شما چی کار میکرد؟ داشتی به من میگفتی که کیرش رو در روی سر داشتی میگفتی که کیرش رو در روی سر و پیشانیت میزد، درست؟ آره حتی اگر آدم بعدی شده بود که کیرش تو سر خودش هم نزدیک بود بزنه. یکی از شکنجهاش که میگفتید که شما رو گاهی با انگشت کوچیکه خود انگشت میکرد، حتی دستش هم در کونتون فرو میکرد. نه حقیقت نداره. اون با کله میرفت تو کونه. حتی میگن انقدر کسخل بود خودش رو هم گاهی انگشت میکرد. بله. حالا چی میگفت؟ چرا اصلا نیتش چی بود از اینکه شما رو آزار میداد؟ میگفت انگشتتون میکرد و کیرش رو در صورتتون فرو میکرد. همینجوری. چی میگفت؟ میگفت من سلطانم، باید به من سجده کنید. همین، فقط همینو میگفت. میگفتن که میخواسته چاکراهاتون رو باز کنه و انرژی مثبت بگیره. آره اینم بود. دلیلش آخه چیه؟ با انگشت کردن و زدن کیر در فرق دیگران. دلیل علمی داره که اونو میتونید شما از امیر فردین بپرسید. آیدین زواری هم در خونه خود بهش انگولکی زده. 100%. تو شما دیدی؟ آره صداشو شنیدم. آه اوه میکرد گاهی. ببین آدم خوبی بودا. 3 روز خونش موندی عالی بود. 3 روز میشد 3 روز 1 ساعت تغییر میکرد 360 درجه یادم. خب مثلا چجوری باتون رفتار میکرد؟ بعدش چی کار میکرد؟ بعدش چجوری تغییر میکرد؟ غیر انسانی میگفت بریم فوتبال بازی کنیم. الان شما در کجا سکونت دارید؟ اتاق زیر شیروانیش. یعنی هنوزم که هنوز تو ترکیه استانبول تو خونه امیر تتلو زندانی؟ آب و غذا هم نخوردی؟ نه. خب میتونید برامون داستانه دیگه چه کارهای دیگه ای میکرد تو خونش؟ دیگه چجوری چیز میکرد؟ شکنجه میکرد آدم ها رو؟ آدم کثیفی بود. تو خونش تمرین میکرد واسه کنسرتش. چقدر یه آدم میتونه آزاردهنده باشه که با صدای بلند تمرین میکرده واسه کنسرتش که همسایه ها رو از راه دور آزار بده. چی میگه این ببین چقدر آدم وحشتناکی بود که موهای دخترها رو میزد. همین که موهاشون خراب شده. میگن حتی هر دختر، حالا یه پسرایی که میومدن خونش کیرشونو میبریده میزده تو دیوار، باش تابلو درست میکرده. من اینجا شما رو حالا چرا به خونش دعوت کرد؟ شمایی که پسری
میخواست برام رایگان تتو بزنه. خب یعنی به این بهونه کشونده تو خونش. آره دیگه با هم صحبت کردیم. بعدش گفت بعد؟ بیا اتاقم. به من میگفتش که تو کنسرت میخوام تو بخونی. به همه اینجوری میگفت. یعنی اینقدر دیگه میگفتن میخوان بگیرتت. گی بود یعنی تتلو. آره مدت زمانی که آقای مقصودلو در خونش بودن، سحر قریشی هم اومدن اونجا، شما اونجا بودی درسته؟ آره من نزدیک 28 سال تو خونه ترکیه امیر تتلو بودم. میگن یعنی 28 سال اینجا بودی، یه 90 سال هم اون یکی خونش بودی، 50 سال هم اون یکی خونش. امیر تتلو 43 سال که ایران داشت میخوند، من رفیقش بودم. بعد که رفت ترکیه 30 سالم ویلا اولیش بودیم و این اواخر هم 20 سال تو این ویلا جدیدش بودیم که دیگه الان رفته. تتلو چند سالشه خودش؟ 32 سال درسته؟ خودتون چند سالته؟ من خودم 17 سال. یعنی اینقدر آدم وحشتناکی بود. پسر 17 ساله رو 40 سال تو خونه زندانی میگن. اینقدر آدم وحشتناکی بود که در زمان سفر میکرد. من بیادبیم. من دارم بیادبی میکنم. باید درارم کیرمو بکنم تو اون صورت کیریت. حالا در مورد چیزایی که میکشیده بگید. چی میکشیده اصلا تو خونه؟ زجر شیره و تریاک و ماشروم همه رو میزده. همه رو با هم مینداخته مخلوط کن، قاطی میشده، بعد آره میکشیده. آره منم اونجا بودم. خب این کسکشو نباید الان برینم بهش. مدرک داری؟ به جون مادرم. چجوری با سرخورشی آشنا شد این آدم؟ امیر تتلو بیلی آیلیش سفارش داده بود ولی دم خونه سرخورشی آوردن. ای بابا. شما کیر امیر تتلو رو دیدید؟ عکسشو نشون داد. عکسشو نشونت داد. آره ولی تتو نداره روش، میدونم. آره ای بابا. امیر تتلو میخواست بیاد ایران، خب یه مدت میخواست بیاد ایران ولی جوری که شناسایی نشه ترجیح داد تتوهای رو کیرشو لیزر کنه که دیگه نتونن بشناسنش. حالا الان که تو زندانه باش ارتباط داری؟ آره زنگ میزنم بهش، میگه من کار اشتباهی کردم، کیر بدی بهت زدم، من از تو طلای بخشش میکنم و اینکه میفرستم بیان اونجا آزادت کنم. یه دونه کلید کلا اینجا داره که امیر تتلو در تو کون آیدین ضبط داره. خب میگفتید آره حالا برو اونور دوباره با هم حرف بزن. کلیدی که الان من اینجا قربانیم نمیخواست دست کسی بهش برسه، کرد تو کون آیدین زواری، حتی خودش هم خبر نداشت. همونجور که سرقرشی تو ویدیوهاش گفت، نمیدونم دیدی اون ویدیو رو یا نه. حالا اینجا هم نت ضعیفه، اینترنت و اینا آخراش اشاره نمیکنن، نیستن دیگه. سرقرشی گفته بود تو ویدیوش که یادم نیست دقیقاً چی گفته بود. امیر تتلو نمیدونم میگفت به من سجده کن فلان، میگفت پاک شدم بزنمش 2 متر پرید در رفت. شما هم بودی داره؟ تو ویدیوش هم گفته واقعیت داره آره؟ میدونی کدوم ویدیوشو میگم؟ آره واقعیت داره؟ بعد امیر تتلو از همون موقع تصمیم گرفت که یعنی اومد به من گفت حاجی بگاهیه، من بمونم ترکیه، سرقرشی هی میخواد بدوی دنبالم من در برم. اومد گفت حاجی این بگاهی سرقرشی منو میزنه، بمونم برم اعدام بشم خیلی بهتره. سرقرشی بعد یه روز واقعا دوید دنبالش که بزنتش، تتلو پاش لیز خورد، افتاد زمین، غلط خورد،
یهو سر از پاسکا در آورد. انقدر غلط خورده بود رفته بود تو پاسگاه ترکیه. ای بابا. گفتن مهران مدیری اینجا چیکار میکنه؟ بعد منم گفتم کس خدا این محسن ابراهیم زاده است اصلا مهران مدیری. بعد اون یکی اینقدر آدم وحشی بود. بعد دیگه فهمیدن که ایشون بهنام بانیه و دیگه آوردنش خونه ابی تو زندان. میگن اونجا هم خانه وحشت داره، حتی سلول وحشت بهش میگن. تتلو خودت فکر میکنیم چرا این همه سال داشت تتو میزد؟ من دارم میگم چرا رو سرش زد. از سولاخش شروع میشه، آینه میگیره میبینه کجاست، فل نقشا کجا دارن میرن. آره برای همین که میخواست فرار کنه تتو زده دیگه. حالا الان شما شکایت کردی ازش دیگه به خاطر زجرایی که کشیدی. بله. چی نوشتی اونجا؟ نوشتی که با کیر میزده تو فرق سرت؟ اون هیچ. یه داستان خطرناکتر بگم که اصلا بفهمید این آدم واقعا کیه. بگم بگو. ببین چقدر آدم بیشور و عرضم به حضورت چقدر آدم کثیفی طرف میتونه باشه. بگو خب که با شلوارک تو خونه راه بره. دهن همتونو گاهید. من اولین چیزی که اصلا رفتم نوشتم تو شکایتم نوشتم ایشون انقدر آدم ترسناکیه، انقدر آدم ترسناکیه که یک با شلوارک تو خونه راه میره، شلوارک باشه. دو هم این که موزیک میخونه تو خونه. چقدر این آدم باید وحشی و ترسناک باشه. یعنی آهنگ میخونه. کسخله دیگه، میگم ردی مغزش کسخله، موزیک میخونه تو خونه. این چیزی که برمی داره به اسم ماساژور رو خودش میزنه هم دیدی یا نه؟ اون اصلا الکیه اسمش ماساژور. ببین چقدر این آدم یزیدیه حرومزاده، ضربه میزنه با اون به سر خودش. راجب اون تابلو بالا سرت بگو، اونو واسه چی اصلا زده تو اتاق؟ تابلو بالا سرم والا عکس خودشه دیگه، معلومه. آره این تابلو رو داشتن میرفتن که منو زندانی کرده بودن. خب مسلما این تابلو رو زده بود که صبح خواب بلند میشی سلطان رو ببینی سجده کن. ببینید دوستان، این ویدیو حالا اینجا الان خیلی بحث فان نیست. ببینید این ویدیو بحثش کلا فانه و توهین به آرتیست نیست، توهین به کساییه که ویدیو میساختن دیگه. همه هم میدونن کسوشره، همه هم. حالا ما کاری نداریم، اما دیگه یزید تو یه دونه مدرک نیوردی تو ویدیو، هر تامنیلی رو میبینی همراه با مدرک. خانه وحشت، عکس از خانه وحشت امیر تتلو. حالا ما توهین به آرتیست که اصلا نمی کنیم، چون که هیچ نه مزاحم زندگی ما شده نه کاری داشته، هممونم با موزیکاش خاطره داریم. نمیخوایم مثلا طرفش هم بگیریم، اما بخواستیم این ویدیو بعد اون موقعی که ویو اون ویدیو بالا بود بعد اینو میساختیم. اما اومدیم اینو ساختیم، هم بحث فام باشه، هزاره بخریم. امیدوارم حالا هرچی زودتر هر اتفاقی هم میفته حالش خوب باشه این آقا، این آرتیست و آدم بزرگیه، نمیشه از حق گذاشت. نمیخوایم طرف کسی هم بگیریم، اما کسشره دیگه. وقتی که مدرکی نیستش آخه مثلا میشه مگه یارو شاکی خصوصی داشته باشه سر بز و زجر دادن و دیگه شکنجه دادن، نیان یه شبه بکننش تو گونی جاش هم بلدن نکننش تو زندان ترکیه؟ خب کسوشهره دیگه 100%. سرقرشی هم اومده بود گفته بود که دارم میام ایران با اصلا همین تتلو شکایت کنم. کجاست؟ کسوشهره واسه ایران شکایت جذب کنه. مخاطب و ویو. خود تتلو
میگفتش که اینا دیدن آقا من اینا رو انداختم دور، حالا اینجوری میخوام مفری کنن، اینجوری میخوان از من پول در بیارن. شما برو، این یه بحثیه که خیلی تکراریه، این حرفی که میخوام بزنم همه زدن. چرا طرف نمیاد تو استوری حرفاشو بزنه؟ چرا تو این پول میده خب آجی؟ این اینستاگرام لایو نمیذارن حرف بزنن؟ یوتیوب اصلا آقا تو ویدیو شو چیز کن، بگیر با اون همون کسخلی که میخوای بگیری بذار تو چنل تلگرامت. یوتیوب چرا 1 میلیارد و 900 فکر کنم عددشو دقیق یادم نیست، آیدین زواری 1 میلیارد و 900 اگه اشتباه نکنم پول در بود، یا 600 یا 900 نمیدونم، بالا پایین دی بالای یک بود. خلاصه سرقرشی 550 میلیون پول در بود، همین فردی 900 میلیون پول در بود. واسه چی؟ واسه یه طرف بدبخت رو گرفتن که خب چون الان بیشتریا تتلو رو باور نمیکنن. چرا؟ جامعه ما جوریه که چون تتو زده کسخله. حالا این تتو اشکال مثلا درسته خب کارای داشت نمیشه گفت که کارای اشتباهی هم نکرده، داشت فوش داده فوش نداده، بازم هر چیزی هم باشه وقتی که خب یارو موزیک سیاسی داد مثلا، داشت از همه این خواننده‌ای که الان میبینی از همه موزیک سیاسیش بیشتره، خیلی هم ویوش بالاه تو هر بحثی، رکورد کامنت یوتیوب دستشه دیگه و واسه افتخاره که رکورد کامنت یوتیوب دست ایرانیه. طرف هنرمنده، حالا هر غلطی که کرده هر کاری که کرده رنک 1 میتونید برید سرچ کنید، رنک 1 سبک آرندبی دنیاست همین تتلو. بعد از اون مایکل جکسونه. حالا شاید بیاد بگید مایکل جکسون اگه زنده بود تتلو کیرش هم نبود نمیتونست بیاد بالا. مایکل جکسون نسل میچرخه. مایکل جکسون اگه زنده بود تتلو میشه دوم. تتلو رنک 1 آرندبی دنیاست. نه بحث من و بحث فلانی و بحث فلانی نیستش که طرف یه هنرمندیه که برید در موردش یه ذره بخونید، برید ویدیو. حالا کاری هم نداریم، هر کاری کرده نکرده امیدوارم هر جایی که هست حالش خوب باشه، حالا زندانه و اینکه کارش زودتر مشکلاتش حل بشه و اینکه تا وقتی که ندیدید با چش، حالا نه اینکه حتما برید اونجا ببینید، یه مدرک درست حسابی نبود، یه دونه مدرک خودتون هم میدونید، یه دونه مدرک هم تا الان نبوده، یه دونه ویدیو یه دونه دختری که داشته داد و بیداد میکرد تو خونش، تتلو هم میگفته که برو الان خب من چیکار کنم، فکر کنم چی چیزایی بود، دختر داشته سر و صدا میکرد و اینو، اونی که خودش تو یوتیوب آپلود کرد واسه همین دختره، گفتش یارو اومده تو خونه من، یارو میگه نمیرم، واقعا هم داشتش میگفتی. بعدش همیشه اخبار درست رو دنبال کنید، میگن مثلا آره اینو اومدن گرفتن بردن، خودش رفتش اولین که همه میدونن دیگه، اخبار کسشری که نباید دنبال کرد، هیچ مدرکی هم تا الان نبوده و این ویدیو رو فقط ساختیم نه جهت حمایت از کسی، نه جهت مسخره کردن آرتیست، جهت مسخره کردن اون افرادی که ویدیو میسازن کردیم، چون که مردم فقط دارن گول میزنن برای ویو، تامنیل میزنن واسه یه دونه کلیک بک که یارو بره کلیک کنه ویدیو رو ببینه و اینکه مخاطب رو خرب ورزی میکنه. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. اگه دوست دارید پارتای بعدی رو با کسایی که شکنجه شدن در این خانه بگیریم، حتما تو کامنت ها بهم بگید. من چرا دارم اینجا نگاه میکنم دور اینجاست، حتما تو کامنت ها بهم بگید و اینکه دوستتون دارم خیلی زیاد. ببخشید چند وقت نبودم، درگیر یه سری کارا بودم و اینکه تا ویدیو بعد فعلا پیس. خداحافظ شما.